من برمیگردم دخترم. برای تو را نجات دادن باز میآیم. شما برای چی در حوالی گذشته نبودید دختر رو؟ کنیزت اینجا بیا. در کجا بودید؟ ما شما رو ندیدیم. من در پشت سنگ پنهان بودم. چطور پنهان بودی؟ تو چی از عراق میترسی؟ در زمستان خوراک کمیاب است. کمتر خورید و صفحه کرونا استفاده برید. خوب شد است که چه؟ چی شد؟ خونو خوردی مجده؟ خونو خوردم. دارویم تمام شده است. دارو رو خیلی زیاد استعمال میکنی. بیده مجده را زیغ نکن. کنی از جهت خیز. بس که چه با مجده بازی نکن. کنی بیده. این دختر دیگر به دارو ایستاده نمیتواند. بله آیسته آیسته عقلش را گم کرده ایستاده است. بعد چی می شود؟ عاقبتش چی می شود سینا؟ تجربه دارو را در مجده گذرانیدیم. عاقبتش را میفهمیم. دخترکم بیا رفتیم. بیا جانکم. بیا دخترم از اینجا می رویم. من تو رو نمیشناسم. منم دخترم مادرت. تو کی هستی؟ روز پیشم. برفی با تو چی شده است دخترم؟ آخر من مادرت می شوم. تو رو شناختم. تو خواهی هستی. برفی آرام شو. خواهی هستی. برفی آرام شو. در اینجا خواهی نه. با اینجا بیاید. این آواز مجده است. خواهی نستن اینجا. برفی تو چی کار میکنی داشته همزمان تو گیر خواهی. این آواز مجده است. ولی زودتر زودتر به اینجا بیاید. خواهی نستن اینجا. برفی بس کن دخترم. زیر دست گیر میشه. یعنی زودتر باشد. زودتر چی گفت شد مجده؟ با اون طرف رفت. آلافای نکنه. او کی بود مجده؟ نمیدونم. او رو داشته بودم اما مرا زده گریخت. از آدمان خودمون بود؟ نه او رو نمیشناسم. و اینجا کسی بیگانه می آید. ما خبر نداریم. از این وقت متقد باشد. هوشیار شوید. کنی زودتر او را یافته بیارید. زود باشد. زودتر باشد.
آقای دکتر مادرم به هوش اومدن. ایستید نخیزید با شما خسته ممکن نیست پای هدی. خوبم بکری را بردن بابا ابراهیم. میدانم دخترم. کمی استراحت کنید پای هدی. چه خیلی خوب کنم پسرم، باید فرزندم رو نجات دهم. احوالتون خوب نیست پای هدیم، باید دم گیرید. بیایید کمی دراز کشید. دکتر راست میگوید دخترم، باید کمی دم گیری. با پسرم که کمک میکند بابا ابراهیم. تو خاطر نشو دخترم، البته ما کمک میکنیم. خدایا ای را نجات ده. من برای آوردن داروها میروم بابا ابراهیم. از شما یک خواهش، اپای هوی نباید از جای خیزد. مایلش پسرم مایلش. بابا ابراهیم باید به خواستگاری زینب میرفتید. ها نروید. چرا؟ چی شد پسرم؟ بعد گپ میزنیم بابا ابراهیم. چی گپ شد است آقای دکتر؟ راست است که سلاحداران بکری را از خانه اشان بردند. بله، سلاحداران بزکارشون رو کردند. منهبار پسری همین است. طرفداری تشکیلاتی شدی نتیجهش همین می شود. ما باید به قواهای امنیت خبر دهیم رئیس. برای یک کودک آنها را سرگردان کردن لازم نیست آقای دکتر. لیکن راست میگویی، ما وظیفه ما رو کنیم، آن طرفش رو آنها فکر کنند. بابا ابراهیم به مادرم گوید که نروم. چی؟ صدید از برای خدا صدید. یک رفیسید شوین دخترم، تو چی کار میکنی؟ بکی را از دستی آن ظالمان نجات میدهم. این کاری زنها نیست دخترم و تو از او داشت نمیبروی. خفه نشوید بابا. همین نیست. مادر جون نیستید نروید. باید رفت اکل را نجات دهم. همین دخترم، باید پسرم را نجات دهم بابا. از من نرنجید، باید روم. همین مادر جون نروید، ایستید التماس مادر جون. این خواهین ها باز یک خونده را سوزاندند، باز حیات یک جوان را سیاه کردند. زیق نشوید بابا، با تشکیلات همراه شدی نتیجهش همین است. اگر همه فرزندش را صاحبی کند هیچ چیز نمی شود. در این سن و سال تو سلاح به دست گرفتن میتوانی میرزا. اکنون وقتش رسید به کو برآمده با تشکیلات همراه شو، برای خلق مبارزه بر پسرم. این کارو نگویید اما کشیمو، این چخیل میشود. سلاح به دست شدن خوب نیست. خدایا چخیل سلاح به دست؟ ما جنگاوریم، مبارز. تو هم یک جنگاور میشوی. جنگاور؟ بله. جنگاور از سلاح به دست چی فرق دارد امک؟ کی بودن جنگاوران را میدونی؟ جنگاوران قهرمانانی هستند که بر ضد ظلم کنندگان خلقمان خودشون را سپر کرده، حق و حقوق خلقمون رو حفظ میکنند. احوالمون معلوم است. برای چی آمد؟ با احوالمون چی شده است؟ باز چی میشد پسرم؟ یک با احوالمون نگر. در بین چاروا گشتم، ما هم گوسفند شدیم. آنها در استانبول و انقره استراحت کرده گشتند، ما باشیم با چی عذابهای روز میگذرانیم. برای همین باید سلاح گرفته به کوه برایم و مبارزه بریم. خب اما به کوه برایم چی میشود؟ چی میشود؟ به هر چیزی که آرزو میکردیم صاحب میشویم و از این کمبغلی میبراییم. خب لیکن سرداران تشکیلات هم صاحب همه چیز هستند، مثل دشمنانمان براحت زندگی میکنند. خیر زندگی کنن، تو هم زندگی کن پسرم. با تشکیلات که همراه شوی تو هم براحت زندگی میکنی، هر چی خواهی در آنجا هست. تو هم مرد هستی شیر بچه، باز چی میخواهی؟ شنیدی؟ هر چی خواهی هست. تو هم میتوانی پسرم، تو هم مرد هستی، همینطور نی؟ آها مرد هستم. انا برای همین راضی شو پسرم، اما اول باید قهرمان شوی. خوب لیکن پدرم این چیزها رو نمیخوان، گناه است میگویند. پدرت رو مانو چی گفتم نشون نمیداند، از ده بیرون رفته است. تو هم گناه و حرام گفته مثل او در همین جا میمونی، مثل پدرت نشو میرزا. ها با خدا راست میگوید. البته پسرم دیگر راه نیست. در بین این کوه ها ترکی گوش میکند. این کارها رو مانو سلاح گرفته به کوه برا، وقتش رسیده است. اما کشیمو از اینجا روید، پدرم میآیند. ها مرا نبیند. خیر فکر کن. میرزا این شمای خسروی ها نیست مگر؟ ها پدر اوست. این بیناموز با تو چی کار دارد؟ از تو چی میخواد میرزا؟ هیچ چیز پدر،
همین خیل پدر صحبت میکردیم. گوش کن، او از تو چی میخواهد میگویم؟ هیچ چیز پدر. چی حال داری گفته پرسید، من هم جواب دادم، تمام. با من گوش کن، یک بار دیگر به نزدت آمدن اون ابله رو بینم تو رو نصف میکنم. فهمیدی؟ ها پدر فهمیدم. رفته چوروا رو خبر گیر. سلام آقای طاهر. زینب از فکرش گشت دیلو. از فکرش گشت؟ چرا؟ با گناه تو دیلو، با گناه تو. چرا با او گفتی که من از بیماریش خبر دارم؟ چرا دیلو؟ چرا این کارو کردی؟ اما من چیزی نگفتم. پس کی گفت دیلو؟ غیر از تو دیگر کی میدانست؟ آخر آقای طاهر بس کن دیلو، دروغگویی را بس کن. با هیچ کجا نمی روی دیلو. تو نگویی که چرا این کارو کردی با هیچ کجا نمی روی. تو رو در این ده حسام دوستی نزدیک می دانستم. برای چی صدی راه خوشبختی هم شدی دیلو؟ آقای دکتر چی گپ شد خوجا؟ مادرم سیلو رو گرفته به جستجوی بکری به کوه بر اومدن آقای دکتر. حاضر میروم خوجا. همین که اومدم با من جواب میدهی دیلو. اپای هوین رو نگاه داشتن نتوانسته بابا ابراهیم؟ نتوانستم. او مادر است، آسان نیست. آخر فرزندش را بردن، باید حتما از پسش رفتگو را برگردانیم. اگر به دست سلاحداران افتد او را میکشد. احوالش خوب نبود، همون خیلی خنک است. با این حال دور رفته نمیتواند. اکنون به او چی میگویم؟ آه خالای زیلول، برای چی به شما گفتم؟ این هوین است. هوین! هوین، تو در اینجا چی کارو میکنی؟ سلاح دارم، پسرم را بردن زیلا. رفته او را نجات دادن میخواهم. تو دیوانه شده ای هوین. سلاح داران رحم ندارن، تو را میکشن. بگذار بمیرم، لیکن پسرم را با آنها قربان نمیکنم. ایست هوین، به سوی مرگ میروی. دیگر چاره ندارم زیلا. گویا حال من از او بهتر باشد. خدا مددگارت باد هوین. هوین، 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 به تو چی شد هوین؟ هوین. زینب دخترکم با تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ هیچ چیز نشد است پدر. خدای توبه، بی سبب مگر گریه میکنن دخترم؟ کنی گپ زن، از پدرت پنهان نکن. هر مشکلی که داری با من گوی. پدر باید گپ میزنیم. یا این که تو رو داماد خفه کرد؟ او را داماد نگوید پدر. من با او به شوهر نمیبرایم. به شوهر نمیبرایی؟
چرا؟ برای چی؟ پدر جان التماس این موضوع رو محکم کنید. یا اینکه اون دکتری ابله با ما بازی میکند. من به این اجازت نمیدهم. پدر طاهر گناه ندارد. این من با خانه‌دار شدن نمیخواهم. مایلش دکترم تو فقط زیگ نشو دکترم التماس زیگ نشو اگر دکتر را نخواهی مایلش خواهش میکنم زیگ نشو دکترم زیگ نشو این برایت بهتر است طاهر. بچه‌انم چی شد؟ چرا گریه میکند؟ اکا زینب شوهر کردن نمیخواهد. نخواهد؟ باز آن دکتر یکان کاری بد نکرده باشد. نه اکا زینب خودش نمیخواهد. این بازی است مگر؟ این خیل نمیشود حامد. من قبول نمیکنم. آخه چی کار کنم؟ مجبور خانه‌دار کنم. همه مردم ده خانه‌دار شدنشان را بدانند. در عرف و عادتمان گرداندن نیست. زینب خودش نخواست. من چیکار کنم؟ البته زینب چنین میگوید. و فکر من اون دکتر خائن است. با شما گفته بودم که اون دکتر به من معقول نیست. کسی گوش نکرد. این مسئله ناموس است حامد. از آن دکتر حساب پرسیدن قرض انسانی ماست. آپای حویل مادر آپای حویل آپای حویل مادر جون کجا؟ بیا این طرف رو بینیم. مادر جون یاری دیه مادر جون یاری دیه خالای زیلو مادر جون بس موچی شد مادر جون با همین در کربا خورده بیچاره از هوش رفت. بله از هوش رفته است اما خواهی نشوید. ما همون رو میجستیم. تشکر خالای زیلو. اگر شما نیفتید شاید کمی خوجا کمک کن برداشتن در کن. زود او رو باید به نقطه تلی بریم. زودتر. خالای زیلو رفته. شما همین رو برید. من آیسته میایم. شما خوبه خالای زیلو؟ خوبم پسرم. طاقت کنید اپای همین طاقت کنید. خوجا زودتر. بر وقت اومدید حال و خوراک تیار نشده است. برای خوراک آمدم. با تو یک سپارش دارم. چه سپارش؟ با دههای آب کلان می روی. شیمان خسروی خار را می آبی. این جزدان را به او بدی. این مکتوب را هم بوده. باز مادرت را هم یک خبر میگیری. مایلش هم برده بدی هم مادرم را خبر میگیرم. مادرم گفته جزدان را فراموش نکنی. نه نمیکنم. این جزدان خیلی مهم است. مایلش در درونش چیست؟ کارت چی؟ به هر کار بینیت را نخلان. عاقبتش خوب نیست. هرچی که من میگویم اما را کن. کنی رو. دستگاهی ویرانی بر دهنده رو چطور تعمیر بکنیم بابا؟ باید دیگر تعمیر نمیشود. یا شریا گستایی تعمیرگر یافته است. امروز یا پگاه می آید. از برای خدا این کارو مانید بابا ابراهیم. این کاری بیهوده است. در این هوای خنک آن را چی طور می آوریم؟ انا ببینید از خنکی حتی من ماشینم را به کار در آوردن نمیتوانم. رئیس این را دکتر می خواهد. نقطه طبی بی‌بر بوده نمیتواند. با این بهانه دیگه نیز باور تامین میگردد. بابا ابراهیم بخیر است. با شما صحبت کردن میخواهم بابا. بیایید در اتاق من گپ زدید. اجازت میدهید تنها صحبت کنیم؟ مایلش رفتیم. خوب رئیس بعد در این موضوع صحبت میکنیم. مایلش صحبت کنید حالا میبینیم. این زن چی سیره دارد اما چی؟ نفهمیم آلدا. لب آقای رئیس. دستگاهی برق دهنده رو میدونید؟ ها میدونم. آن را تازه کن. خوب شد آقای رئیس.
این دختر به همه کار بینی میخلاند. ده را از تاریکی رها میداده است. میبینیم. دیلو چرا نشسته دیلو؟ اینجا بیا. آمدم آقای طاهر. عقلش در جویش نیست. حتی مرا مادرش را نشناخت بابا. وقتی که او را گریزاندن خواستم تو خواهینی گفته داد زد. قریب آنها مرا دستگیر میکردن. برای جانم را خلاص کردن مجبور شدم دخترم را زنم بابا. برفین را چطور به این حال رساندند؟ به ایستار میدهند بابا. گپایشان را شنیدم. مادرش را نمیشناسد میگفتم. در 2 هفته برفینم را به حیوانی وحشی تبدیل میدهند بابا. قربانتان شوم کمک کنید. دخترم را از دستی آن ظالمان نجات دهید بابا. زلاق دخترم، آخر آنها گپ را نمیفهمند. یگانه ایلاج سربازان را خبردار کردن است. و سربازان خبر میدهید؟ بله زلال. کشتم مادر. کشتم یک سرباز رو. کشتم. سربازان نمیشوند بابا. اگر آنها دخالت کنند زد و خورد میشود. دخترم کشته میشود. دیگر چاره ای نیست دخترم. باید سربازان را خبردار کنیم. سربازان را خبر نکنید بابا. من راهی نجات دادنی دخترم را مییابم. شما خبر نکنید. التماس. او را سلاحداران میکشند. قاتل میکنند. زهرآلود میکنند. خدایا چی کار کنم؟ مادر. خدیجه. دخترم. مادر جان. دخترم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ یا اون شوهری بینامیست؟ نه، من برای خبرگیریتون آمدم. دخترم خوش اومدی. گذشته شید. مادر، شما حالا هم پریشونید. چی گپ شد؟ نمیدونی خدیجه، خواهرت نابود میشود. برفین در حالتی وزنین است. آن خواهین ها با او چی داروی داده ایستادند. خاموشید برفین. مادر چرا به اینجا آمده؟ برای بردنی تو آمدم دخترم. مادر جان نمیروم، رفته نمیتوانم. نه، تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ برفین کی هستی تو؟ کی هستی تو؟ نمیروم. برفین. مادر. برفین دخترم. تو خویی نستی. برفین. در حقیقت مادرم بود یا اینکه خواب دیدم؟ خدایا دیوانه میشوم. حال دختر خوب نیست سینان. احوالش خیلی بد است. این از تأثیری دارو است. از روی گفتهشان دارو باید او را جنگاوری بیرم و ناترس گرداند. خوب، اما در این دختر یگان تغییرات نیست سینان. صبر کن بدی، حالا خواهی دید. مالش با او دارو دی. مگیر
آن دارو عقلی برفین را تیره کرده است، حتی مرا نمیشناسد خدیجه. بغیر از سربازان رو جیه زدن چاره دیگری نیست مادر. نمیشود خدیجه، نمیشود. برفین را حبس میکنند. خودتون تنها چیکار میکنید مادر؟ شاید به عزیز همش رو نخل کنیم. او هم یکی از اون هاست. مگر به من کمک میکند؟ هر روز میگوید نمیکند. آخر در عائله‌مون دیگر مردینه نیست که به ما کمک کند. پسر دارم، برات هست خدیجه. با حقیقت رو میگوید مادر جان؟ بغیر از گفتن دیگر چاره‌ای ندارم. رفته حقیقت رو به او میگویم. من مادرت هستم، برفین و خدیجه اپا و خواهرت هستم میگویم. مادر شما چیکار میکنید؟ میخواهید که برات بودنش رو مردم دیگه فهمند؟ نباشد او را چی دور نجات دهم. دیگر ایلاج ندارم خدیجه. اگر بیشاگی ها برات بودنش رو فهمند میدونید چیکار میکنن مادر؟ دعوای خون گفته او رو میکشند. برفین را نجات داده میتواند خدیجه. جانی برات رو در خطر نگذارید. آخر شما عائله‌مون رو سرجم کردن میخواستید، از اینجا رفتنی بوده. آرزوهایتون چی میشوند مادر جون؟ برفین در 2 هفته عقلش را گم میکند خدیجه. به برفین عائله‌مون سرجم میشود مگر؟ مادر جون نگویید، التماس نگویید، با برات بودنش رو نگویید. خواتین شاشیر بچه مادرت صحت می شود. تشکر آقای دکتر. دیلا 1 دقیقه برو. دیلا من حالا هم از تو جواب انتظارم. برای چی حقیقت رو به زینب گفتی؟ آخر برای با زینب یک جا شدنمون تو کمک کرده بودی دیلا. با تو چی شد که برای با زینب خانه دار شدنمون نشدی؟ برای چی ما رو جدا کردی؟ من نگفتم آقای طاهر. غیر از تو دیگر هیچ کس نمیدونست. خاله زیلال آمده بودند. گفتند که این خانه دار شوی برای شما خوب نیست و بیشاگی ها شما رو نابود میکنند. خواستم او رو آرام کنم، در بین گپ ناخواست از دهانم برآمد. همش همین. تو چی ها میگویی دیلا؟ خاله زیلال برای چی به این کار دخالت میکند؟ دکتر پسرم بدرم درو. به تو گپ دارم، به من گوش کن پسرم. برای چی چونین کردید؟ چرا زینب را از من جدا کردید؟ برای چی مونی خانه دار شوی اما شدید؟ از من چی میخواهید خاله زیلال؟ برای چی مثل سوی از پسم میگردید؟ شما از من چی میخواهید؟ طاهر پسرم کمی صبر کن، آرام شو. باز میخواهید که من آرام باشم؟ از من چیزی نخواهید و از این پس دیگر با من کاردار نشوید. پسرم با من گوش کن. با شما گفتم مرا به حالم گذارید. خیر زندگی کنی، تو هم زندگی کنی سرم. با تشکیلاتی همراه شوی تو هم به راحت زندگی میکنی. هر چی خواهی در آنجا هست. تو هم مرد هستی شیر بچه. باز چی میخوری؟ میرزا با اون سلاح چی کار میکنی؟ آن را به تو کی داد؟ شما داد همینطور نه؟ من به تو نگفته بودم که از او دور کرد. آن سلاح را به من ده. ده میگویم. نمیدیم پدر، از من نیست، امانت است. از آن کیست؟ از تشکیلات است ها؟ تو سلاح را چی کار میکنی؟ گوش کن میرزا، اگر یگان کاری خطا کنی با دستان خودم تو را میکشم. عقلت را با سرت گیر. ما با آن خائنان علاقه نداریم. میدانید چرا آدمان سلاح گرفته به کوه میبرایم؟ میدانم، گویا که به کوه برآمده حقوقهایشان را حفظ میکنند. شاید حق هم باشد. دستتون را گیرید پدر، دیگر با من دست نبردارید. من با تشکیلات باوری دارم، مثل شما ترسانچک نیستم. اسارت رو قبول نمی کنم. از این پس با آنها همراه می شوم. با کوه برآمده برای خلقم می جنگم. با من مانع شده نمی توانید. شما همین رو دانسته مانید. پسرم
میلیتا دخترم یگان چیز خور این خیلی گرسنه نشستن ممکن نیست. نمیخواهم ینگه. خودت رو در این خانه محکم کرده این خیلی نمیشود. بیا دخترم کمی صحبت کنیم شاید به خدایی. تشکر ینگه. تنها موندن میخواهم. التماس مرا تنها گذارید. اکای حامد احوالش تماما خوب نیست. من خودم با او گپ زنم. مونت کمی دم گیرد. دیرتر من باز آمده خبر میگیرم. بهترش رفته با آن دختر احمق گپ زن حامد. لازم نیست مونت که کمی مردم آرام شوند باز آوازه نشود. لازم آید من خودم رفته با آقای دکتر صحبت میکنم. اپا جان از دو چیپان آمده است. شما رو دیدن میخواد. با کسی گپ زدن نمیخواهم. گویی که اپا هم بیمار است. شما بیمار نیستید که اپا؟ با او دروغ گویم. خوش آمدی الدو. خوش باشید. مرحمت گذشته شین. نه تشکر. به شما گپ دارم معلم زینب. گپ زن؟ من به خواندن خیلی شوق زیاد دارم. میخوام خوانده مکتبی عالی را ختم کنم. قربانتان شوم مرا آموزانید. خواهش خواندن داشتنت خیلی خوب است الدو. اما من به تو در کجا دست دهم؟ ما مکتب نداریم. خانه چه من خالی است. من رفته تازه میکنم. به خدا تاپ تازه میکنم. مکتب بریم میشود. کودکا هم از این پس به همان جا میآیم میشود. رفته کارو سر کنم. اینطور باشد میرویم الدو. نه شما زحمت نکشید معلمه. من تیار کرده شما را جیغ میزنم. معلمه زینب تو در اینجا چی میکوبی؟ کاری توش خیزبان. ما با خانم معلمه کار داریم. تو با معلمه چی کار داری؟ عقلتو نمیگیرد. حاضر من تو رو چی میخواستی قیزبان؟ به حجره کاری پدرم آوردند. پدرم گفتن که از معلمه است. من نگاه کردم اما نفهمیدم. چی بوده است؟ در اینجا نمایشنامه نوشتند قیزبان. این رو میدونم. آدمان زنده بازی میکنند. نفهمیدم این چه خیلی شده است؟ خیلی چیزها رو چوپان ها نمیفهمند. نمایشنامه اش چی بوده است افا؟ در بین مکتب ها مسابقه صحنه چه میشده است به خاطر دوستی. این طور باشد ما هم اشتراک میکنیم. مکتب نداریم اما معلمت داریم، طلبه داریم. همین طور نیست؟ راست افا ما هم در مسابقه اشتراک میکنیم. اشتراک میکنیم اما اول باید اون صحنه چرا نویسیم. البته و من در آن نقش بازی میکنم خانم زینب. به خدا چون من بازی میکنم که به خدا من هم بازی میکنم. تو بازی رو از کجا میدونی چیپوری بی سواد؟ کاری تو نباشد خانم قیزبان. ندانم میآموزم. خب حالا میبینیم چه میآموزی. گویا که تو بتوانسته باشی. برای نقش بازیدن استعداد لازم. من با استعدادم. تو تنها گوسفندچرانی رو میدونی خلاص چیپوری بی سواد. بیا بس کن. رفیقمون همین است. کنه شیر بچه اینها تو رو به خونه این نود میبرند. با پدرم اهمیت ندهید. جنجال هم کند شما چیزی نگویید. خاطر نشو میرزا من علاجشو میابم. به من باور کن و خاطر جمع باش. مالش او رو احتیاط کنید. به تشکیلات امانت است. شما خواطر نشوید. بیا رفتیم برادر.
پسر یشر هم با تشکیلات همراه شده است. حیف یشر، حیف. شمای احمق، از پسرم دور کرد نگفته بودم؟ من به تو نگفته بودم؟ کودک را فریب دادی، چرا فریب دادی؟ چلو را فریب میدهم؟ پسر با عقل است، راهش را خود انتخاب میکند. مرا دیوانه نکن شما. میرزا در کجا؟ خود بیا یشر. گپ زن. کجا بدانش را من نمیدانم. گپ زن شما، به تو میگویم. یشر ایستا. پرانی من هم میپرانم. ایستا، یخری نکن. ایستا میگویم. ایستا شرطی میگویم رئیس، مادر تشکیلات از پسرم را فریب کرده پرد رئیس. باز میگویم که من از پسر تو خبر ندارم. ایستا یکم میپرانم. ایستا میگویم. دوست شد یشر، ایستا بهودا آتشی نشو. من پسرت را دیدم، تنها بود، خودش تنها از ده میبر آمد. فکر نمیکنم که با شما علاقه داشته باشد. گوش کن، میرزا حالا جوان است، خطایش را میفهمد، البته برمیگردد. ها ایستا یشر، ایستا. اگر به خانه ناید از تو میبینم شما. تشکر رئیس. کنی رفتم زودتر. کنی با معلمه چی کار دارین؟ این کاری منو معلمه از خانم پیزان نمیگویم. چوپون با معلمه چی کار داشته میتواند؟ چه نمیتواند؟ میتواند. کنی گفزن چی کار داری؟ نمیگویم خانم پیزبان، مجبور نکن. ایستا گفتم، ایستا اگر نگویم مردی. خدایا توبه، بیزار میرم. پیزبان آردوی چوپان، من با تو نشان میدم. این اغمون رو بیندم چوپانی ابلا. مرحمت رئیس. برادر، تو چه کار میکنی؟ عقلت را کار فرما، عقلت را در روی بر را گشته ایزت را معلوم نکن. اما من گفتنی که بخیر است خدیجه، کی رو انتظاری؟ عزیز به شما این امانت رو فرستاد. تشکر، به عزیز سلام گو. میلش به چشم. ها اینش هم برای شماست. مرحمت. تشکر، به عزیز سلام رسون. به چشم. در درونش چیست؟ نمیدونم. شما رئیس، این مال تشکیلات است. نه، همه کارتون رو میدانم. چی بینون میداری؟ از همین قدر راه دور و دراز به دست ما رسید. مال تازه هست ها؟ این مال در شهر پولی کلا میارد؟ البته میارد. اگر کار تا اروپا رسد پولی به حساب میارد. چقدر؟ من از کجا میدانم؟ مال من نیست، از تشکیلات است. کنی به من ده. با آدمی که خوانده نمیتواند چرا مکتوب می نویسند؟ از شهر نفرانی که به تشکیلات همراه شدن میخواهند به خانه جناب سبا می آیند. اگر در دهتان یگان خواهشمند باشد بیار. مادر جان، مادر جان، چی شد؟ برات رو دیدید؟
مرا کش نکرد، از پیش کردن هم بدتر کرد. های برای من گریه میکنید. امروز روزی خوب نبوده است. بعدا گپ میزنید. شاید نگفتنتون بهتر است مادر جان. گریه نکنید، زیق نشوید. تو میروی دخترم؟ ها، باز دیر کرده عزیز رو به غضب نآورم. راست میگویی دخترم. خیر، در امانی خدا باش دخترم. شما هم مادر جان. دخترم. ها، مادر جان، دیگر به نزد آن خائن ها نروید. برفین در دستی آن خائنان از خدیجه. چه خیلی رو تنها گذارم. خیر رو کنم. نترس مژده، این منم. چی میخواستد اکای سینان؟ هیچ. بین، برای دارو آوردم دختری زیبا. این دارو استخوان‌هایم رو به درد می‌آورد. خواب‌های بد می‌بینم. بعضا و خودم رو گم می‌کنم. گیرخور، ضرر ندارد. با شرافت این دارو به نزدیک جنگاوری خوبی میشوی. گیر میگویم. خیلی زیبایی مژده، لیکن ترسان چکی. الو میلش چخیل آدم. خوب فهمیدم. جمع کنید زودتر. از مرکزم زدم سینون. بله آنها چی میخواهند؟ برای تشکیلات یک کودک صادق میجویند. در شهر باید خودش را ترکاند. این طور باشد باید کودکی بی صاحبی یتیمی را یابیم. با فکرت بکری از عهده‌اش میبراید؟ به خدا که از او بوی امید نیست. سنجیده میبینیم. تو در آنجا در درونی غار رفتیم. یک طرف ایستا. با این طرف رو. کن اینجا بیا. راگرد. خیز از جایم. از جایم خیز. با کودک ظلم نکومیدی. برای چی را بستید؟ کنی دستانش را کشاید. با تشکیلات خوش آمدی بکری. پدری تو جوان مرد بود. تشکیلات قهرمانهایش را هیچگاه فراموش نمی کند. تو هم مثل پدرت قهرمان میشوی. دروغ نگوید. پدرم را شما کشتید. پدرم را آن همین فریبگر کشت. کنی دمد را گیر. تشکیلات ما را خونه ویران کرد. هم به تشکیلات و هم به آدمانش و هم به شما نفرت دارم. من و برادرم هیچگاه مثل شما قاتل نمیشویم. خوانده مثل آقای طاهر میشویم. یعنی همین خیر. آفرین. یعنی مثل دکتر میشوی. برداره. خز از جایت. حالا مثل دکتر میشوی. احمق، در اینجا کی بودند را من قرار میدیم. این را بینید. مثل آقای طاهر میشده است. انا بطو. او را گیرده به جایش برید. خوب شده است. خز نگویم. بیدی برادری او در کجاست؟ در دیها در نزد مادرش. بمبئی خودکشمان را یافته بیدی. برادری او را قربان میکنیم. فهما؟ رفتیم. بکری در دستی آنهاست دکتر. زیق نشوید پاپا. بکری فکرش را تغییر داد. اکنون مثل خود آنها نمیشود. او پسری با عقل است. یگون علاجش را مییابد. خواطر نشوید. کاش که همین خیل شود.
کاشکی آقای دکتر. اگر آقای دکتر بیان میشود مادر جان. خودتون رو احتیاط کنید آقای حمید. برای صحت شدن باید با قوت باشید. این شب همینجا میمونید. خوجا هم ایستاد. سحر به خونه‌تون نروید. میلش آقای دکتر. آقای طاهر با کجا می روید؟ با کجا می روید؟ من رفته کمی استراحت میکنم. دیرتر میآیم. حتی برایم نگاه نمی کند. دخترم چرا نمیخوری؟ یا اینکه خوراک معقول نشد زینب؟ نه ینگه گلی، خوراک خیلی بامزه است. من اشتها ندارم. با اجازت من رفته کمی خواب کنم. با شما اشتهایی کنم. آپای زینب چرا غمگینن؟ با آقای دکتر جنگ کردم. اکنون توی نمیشود. کنی بس کنید. اگر یک بار دیگر در این باره گپ زدنتون را فهمم. حامد امروز در دهان کودکان ما است پگاه در تمام دیه پهن می شود. بعد این شرمندگی رو کی می بردارد؟ با یک تیر روزش را سیاه می کند. آه زینب خودش نخواست. چرا نمی خواسته؟ چی شده است؟ من این و اونش را نمی دانم. من از گپم نمی گردم. گناه از آن دختر است. با من از روی دلسوزی خانه دور شدن میخواست است. شما برای چی در اینجایید؟ گرسنه هستی گفته خوراک آوردم. دیگر از شما چیزی نمیخواهم. دیگر با من خوراک نآورید. مرا گوش کن پسرم. تو پسری من هستی. تو براتم هستی. مرا در جای برات ماندن میتوانید. مرا مثل فرزندتون دوست داشتن میتوانید. اما من نه براتم نه فرزند شما. التماس از اینجا روید. شما را دیدم نمیخواهم. با من گوش کن پسرم. روید از اینجا. روید دیگر با حیاتم کاردار نشوید. از پیشم نبرایید. مرا به حالم گذارید. فهمیدید؟ تو پسری من هستی. پسری من هستی. تو پسری من هستی. پسری من بودنت رو نمیدونی. برات بودنت رو نمیدونی. بسی دخترم در کجایی؟ بسی دخترم در کجایی؟ بسی تو در کجایی؟
بارفین در کجایی؟ بارفین دخترم تو در کجایی؟ بارفین بارفین مادر جان من در اینجایم مادر جان کمک کنه دخترم مرا از اینجا فراره تو رو نجات میدم نجات مرا کمک کنه مادر جان نجاتی مرا از اینجا فراره مادر بارفین تو را نجات میدهم دخترم تو را از دست آن ظالمان نجات میدهم اول نشان گیر آفرین پران میدانم سینون میدانم اکنون پران آفرین مجده آفرین مجده را دیدی که چه آفرین آفرین این زن در اینجا چی میکابد حامد؟ اکا من از کجا دونم؟ مگر راحت را گم کرده ای؟ هلال تو در اینجا چی میکابی؟ به نزد شما آمدم چه شد چه میخواهی؟ برای التجا آمدم با من کمک کنید تو چی ها میگویی؟ چه خیلی کمک؟ تو دخترم را میخواستی رافع گیر دخترم از تو او را نجات ده من نگاهت درار من راضی گوش کن مگر از دست سلاحداران دختر گرفته میشده است من دیوانه نشدم زلال رو از پس کارت شو این چه خیلی گپ است عقلی کس نمیگیرد ما با دختری تو کاری نداریم التجا میکنم غلامی درتان میشود آن سلاحداران دخترم را نابود نکرده نجات ده شما آدمانی با آبرو و با قدرت هستید با خدا که اونا را کشتن میخواهد خدای توبه زلال رو از اینجا سرمان رو در بلان نگذار رو از اینجا رو یه توبه یا خدای توبه روه مرا ببخش زینب او را دوست می‌داری زینب و بیماریت اجازت نده که شما را جدا سازد ما را بیماریم نه بلکه تو جدا کردی دیلا باوری دارم که چطوری که بیماریم رو با او گفتی با اینجا آمدنم رو هم در حال با او میگویی زینب این تویی؟ بله چی میخوای دیلو؟ برایتان خیلی خواطر شدم آقای دکتر دخترم نجات یابد گفته به دشمنم سرخط کردم نشد خدایا من چی کار کنم به من کمک کن اسما ای اسما اینجا بیا بخیر است مدینه شنیدید شما پسری یشر میرزا را به کف فرستاده است با خدا که راست است شنیده بودم که همین شمای بیناموز برای تشکیلات آدم جمع میکند باور نکرده بودم همسایه ها کی به تشکیلات آدم جمع میکند کی میشو؟ شمای خسروی شمای خسروی ها؟ بله انا همون شمای خسروی ها اله شاید اگم 20 کیلو براید ها صاف این چند پول میشود
چی؟ همین قدر میرود؟ من به تو زنگ میزنم. خیر. چه خیر پول پدر جان؟ چوروا گرفته سوخته بودم. تو با همه چیز کردور نشو. بهترش رفته برای من چای بیار. پدر الدوی چوپون در کجاست؟ الدو رو چیکار میکنی؟ کمی هزم لازم. دستگاهی برق دهنده رو تازه میکرد در همانجاست. برو بینم. اینقدر پول حساب کرده نمیشود. وای جای آن رو فقط شیما میدوند و من میدانم. شیطان میگوید که درم را شما زدید؟ من چی میخواهید؟ به تشکیلات همراه شدن میخواهم شما. برای دعوایمون میجنگم. 3 سال شما گذشته است. شما تشکیلات را چیکار میکنید؟ رفته در خونتون دم گیرید. این کار مگر 3 سال دارد؟ قوت و درمان دارم. نه تنها سلاح گرفتن بلکه هر کاری فرمایند میکنم. نه خانم نمیشود. احمق بیناموس. میرزا شب به خونه نامد شما. که من خبر ندارم. این کاری تو هست. قسم نخور. بیسرم را بگو تو برآوردی. من تو را میکشم. فهمیدی؟ من گناه ندارم. من تو را میکشم. یشار نکن. یشار این کار نکن. بس پیشم دور شمیدم یشار نکن. میگویم با تو. بیزرم رفت اپا. این کودک رو فریب داد. جیغ نشو. خطایش رو فهمیده برمیگردد. شیما رو کشته چی فایده میگیری؟ در حبس خانه پوسیده میروی و دیگر پسرت رو نمیبینی. بیوخیز. رفتیم. آفرین. کنی وظیفه های تو را بینم بهرام. آفرین بهرام. وظیفه خانگی را درست شروع کردی. آن کتابی که به من دادید خوانده نتوانستم. این کتاب درباره جنگ چنکله است. همه رسم‌های در داخلش بوده را تماشا کردم. به خدا رسم‌های علم‌آور داشته است، اما خطش را خوانده نتوانستم. داستان چنکله چیست معلمه؟ چنکله جای آخرین زد و خوردها برای متحدی ترکیه است. جایی است که در آن ترک و کرد همچون برادر پهلوی هم جنگیدند و باباهایمان در آن برای آینده جانشان را فدا کردند. باباهایمان در آنجا با کیها جنگیدند؟ با آنهایی که به مردم این کشور حسد می بردند. خوب است یشر. اگر خواهی من به تو آب بیارم. زحمت نکشید پیزلال. نمیخواهم. اخیل نگو. آب نه در آنجا. میارم. السلام علیکم یاشر. و علیکم السلام. این شیما پسترین آدم بوده است. جزایش رو دادن لازم. دیروز با او باری داشتید رئیس؟ نمیدونم. دلم صاف گفته همه را همین طرف فکر میکردم. او به من هم دروغ گفته است. پسرت را خودی او به سلاحداران سپرده است. خائن بیناموس، بی‌وجدان. من او را میکشم. خیانتکار بودنشون نمیدونستم. سزای اون مرگ است. مرگ. آدمی که این گونه رذیلان زیندن حیاتی بسیار کودکان میسوزد. اگر پسری مرا فریب داد از پیشانیت میپراندم. تق به خدای شرشی ما را میکشد. او را نگاه داشتن لازم.
قیزبان یاری من در دل و در جانی من. قیزبان تو در کجا بودی؟ چه خیلی در کجا قیزبان؟ همین جایم. چی شده است؟ اینجا بیا ببین برایت خوراک آوردم عزیز جون. وای 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 تشکر. دست شما درد را نبیند خانم قیزبان. شود الدا جان حاجت با خانم گفتن نیست. ما بیگونه نیستیم کو. پیش از اینجا اومدن با معلومه زن نبودی همینطور نی؟ ها بودم. چی شده است؟ با معلومه زینب چیکار داشتی الدا؟ کنی فهمون؟ با تو چی؟ دانستن از شرط است. حالا همین خیله؟ چوپانی بی سوال. تو رو آدم بوده و تو خوراک آدم. قیزبان جان یک دقیقه قیزبان جان. شما برون برا ابله. اینسانی پس در کجایی؟ برا میگویم خیانتکار. تو را میکشم احمق. در کجایی سگ خاین؟ تشکر زیاد. برای نجات دادنتان از شما قرضدار. مرا به تشکیلات همراه کنید. دیگر قرضدار نمیمانم. اما نگویید که سین و سالم موافق نیست. اگر لازم شود همه کار را میکنم. خودتون دیدید. میلش میبینید. خیلی خوب. این طور باشد من رفته آماده میشم. حالا استید شتاب نکنید. اول با سینان مصلحت کنم. اگر مرا سینان قبول نکند چی؟ قبول میکند. کسی را که من فرستم قبول میکند. در اینجا بسیار نیستیم. مرا در خانه ویرانه منتظر شوید. میلش برادر. خدای خودت کمک کن سینانی بی ناموس شبه نکند. آفرین با تو. باز هم سختر. آفرین. از این طرفش برویش. آفرین. سختر زن. آفرین مجدا. آفرین. آفرین. از این طرفش آفرین. گردن شما چی شد؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدید امیر. مرحمت گذار. خوش آمدید امیر. خوش باشید اپای زینب. کنی شین کنی گپ زن. آقای رافی نیستند؟ در نزد چورو. کنی بیا اینجا شین. به نزد من بیا. کنی نقل کن. همش را نقل کن. خیلی خواطر شدم. وقتی که به چنکلی رفتم در آنجا قماندان را یافتم. از روی گفته او پدری دکتر مصطفی قماندان وقتی در اینجا کار کردنش همسرش حامله دار بوده است. مصطفی قماندان باز یک همخدمتی دیگر داشته است. آن قماندان به دهه آبی کلان زود می آمده است. از روی گفته های شخصی که با او صحبت کرده بودم آن قماندان باید در دستی کی بودنی برات را داند. از روی گفته قماندانی در چنکلی بوده برات شاید در دستی آن قماندان باشد. یعنی وقتی که آن قماندان رو پیدا کنیم برات رو هم میابیم ها؟ شاید پیدا کنیم آقای حامد. خوش کنی گوید امیر. وقتی که به چنکلی رفتی قبر باباهایمون رو زیارت کردی؟ نخواد نکنم آقای حامد. البته کردم. هر نفری به چنکلی می رود قبرستان را زیارت نکرده بر نمی گردد. آنجا یک مقبره زیبایی ساختم. وقتی دیدم در حیرت ماندم آقای حامد. برای شهیدانمون هم دعا خواندم. آفرین دمیر آفرین. خدا از تو راضی باشه. چه حال داری علی؟ خوبم اپا. بخیر است اپا جون؟ موضوع صحنه چمون رو پیدا کردم. چی کار میکنه دپا؟ چا؟ نکله. امروز نکل کرده بوده. بابایم همینجا شهید شده بودن. همین طرف نه اپا؟ بله بچه ها.
بابای من هم مثل دیگر رفیقانشان با دشمنان وطنمون بهر هر یک پاره خاک کشور برای آینده جانشان را فدا کردند. خداوند جای همهشان را جنت گرداند. دوستی در کتاب چنکله خیلی خوب ifade از همین سبب صحنه‌چه چنکله رو بازی میکنه. بله عمر، با واسطه صحنه‌چه‌مون درباره کسانی نقل میکنیم که مملکتمون رو نیز کردن خواسته طرفدار کردها بودند و برای کردها رو نیز کردن طرفدار ترکها شدند. میفهمونیم که باباهایمون در چنکله کتف به کتف هم در زیر زمین خوابند. ما نیز صحنه‌چه‌مون رو بازی کرده خلقها رو با هم برادر میسازیم. دوستی در زیر خاک بوده رو باید بروی زمین براریم بچه ها. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. مراجعه زدید معلمه؟ با ما یک چند لوازمات لازم از شهر آنها رو آورده میتوانی؟ با تو میارم، چیزی نیست که من آورده نتوانم. ها میارد، چیزی نیست که اون آورده باشد. اپای حبیب رفته در آکشو قزبان آمده است. به شما خبر آوردم اپای حبیب. با خیر از قزبان چی شده از است؟ مکتب باز تلفن کرده گفتن که اگر بکری رو نبرید به جاش کسی دیگران میگیرن. به شما خبر دیم گفتم. نه خود. ها بله. اگنو من چی کار میکنم؟ بسرم رو خانوندن نتوانستم. چطوری رو به مکتب میبرم؟ گریه نکنید مادر جان، به این هم بمورید. را برده نتوانستم، لیکن به جای او تو میروی، به جای اکاد تو میروی، علم میآموزی. خیز از جایت، خیز. با کجا میروید مادر جان؟ به مکتب. شما بیمارید، رفتن نمیتوانید. آقای دکتر گفتن که به شما خستن ممکن نیست. کنی زودتر زودتر لباسم رو ده. بیا بیا. چرا از جایتون خستید؟ من خوبم. شما برای چی اومدید؟ گفته بودم که برای فشارتون را سنجیدن می آیم. چرا با این احوال از جایتون خستید؟ با کجا می روید؟ خوجه را به مکتب می برم. نه، به هیچ کجا نمی روید. جای بکری را به کسی دیگر می دهند. او را از دست دادم، لیکن خوجه‌ام را از دست دادن نمی خواهم. به جای او خوجه رفته می خواند. مایلا شپا، شما رفته خواب کنید، من خودم او رو می برم. سپاه دارم. چی می خواهی بده؟ سینان فرمان داد که خوجه را بریم. ما برای بودن او آمدیم. بیناموس ها، پسرم را نمیدهم. نمیدهم. جا طرف سته. مادر جون در قرآن شوید. مادر جون. آقای حبیب. مادر جون. مادر جون. مرا به تشکیلات قبول کردن برادر. به تشکیلات تنها مرده تان لازم بود از خانم. پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.